گیلکی صفحه 85. گیلکی از جمله گوشه‌های ردیف هست که گاهی در آواز دشتی و گاهی در آواز ابوعطا خوانده میشه و اجرا میشه. وقتی با نوت متغیر اجرا بشه طبیعتاً مجبوریم که در دشتی اون رو اجرا کنیم، اما جایی که بدون نوت متغیر اجرا میشه مثل همین اجرایی که الان هست هم میتونه در دشتی در نظر گرفته بشه و هم در ابوعطا. از اساتیدی که اون رو در ابوعطا اجرا کردن استاد تاج اصفهانی است و برخی دیگر از خوانندگان. استاد نورعلی برومند هم عنوان کردن که این گوشه میتونه در ابوعطا اجرا بشه. این گوشه از لحاظ نام منسوب هست به لهجه گیلک از لهجه‌های مشهور در شمال ایران، مخصوصا در منطقه گیلان، و این قطعه در دوره قاجار بسیار اجرا می شده. از جمله تصنیف گیلک توسط نایب اسدالله و درویش خان ضبط شده در صفحه. همچنین آواز گیلانی که توسط صفدرخان نوازنده نی دوره مظفری باز ضبط شده و همچنین گیلکی حاجی تاج که در ردیف صلحی از اون یاد شده. حاجی تاج نیشابوری به شیوه خاصی این رو میخونده که از اون نمونه از لحاظ نوتی یا ضبطی وجود نداره و تنها در ردیف صلحی عنوان شده. در اینجا گیلکی با دو بیتی از بابا طاهر همدانی به اجرا در میاد. اکثر گوشه‌های آوازی موسیقی ایران بر وزن مفاعیل یا همون وزن دو بیتی هستند، چون میدونیم که دو بیتی یک مجموعه 4 مصرعی است که مصرع اول، دوم و چهارم هم قافیه باشن. گاهی مصرع سوم هم میتونه با اونها هم قافیه باشه ولی این قطعی نیست. وزن مشهور دو بیتی هزج مسدس مقصور هست که همون مفاعیل و دو بیتی بر اساس اشعار قدیمی ایران که اشعار 12 هجایی بودند سروده میشه و نام قدیمی اونها در زمان پهلوی ترانک بوده. البته به دو بیتی پهلویات هم گفته میشه که از جمله بهترین شاعران در این سبک و سیاق بابا طاهر همدانی و فایز دشتستانی است. در اینجا گیلکی بر اساس همون 4 مصرع شکل گرفته. حال و هوا بین نوت‌های فا، لا و دو در حرکت هست و از بیت دوم به سمت شور و رهاب پیش میره و فرود میکنه نهایتاً روی شور. بافت گیلکی اهمیتش بیشتر به دلیل تحریرهای موجود در اون هست که تحریر خاصی داره. در اینجا با کمی تغییر نسبت به ردیف‌های دیگه این تحریر ایجاد شده، شاید برای اینکه هنرجو بتونه راحت‌تر اون رو اجرا کنه و بیشتر میشه گفت گیلکی ساختار ملودیکش و گردش نغماتش به اون اعتبار میبخشه تا حال و هوای مدال اون، چون در اصل اگه بخوایم حال و هوای مدال اون رو در نظر بگیریم چیزی غیر از درآمد دشتی میتونه نباشه. دانگ هایی که در این قطعه به کار رفتند ر، میکرون، فا، سل دانگ اصلی شورمون هست، بعد سل، لا، سی بمول دو که دانگ دشتیه، نمایه مایه نما، سی بمول و میکرون در این قطعه. یک دور بستخوانی میکنیم. Sola la la sola la la sola la la sola si la la so sol fa so so sol fa so so sol fa so so sol fa so la so so fa so fa so la
می فا سول سول فا سول 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 فا سول 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 فا سول 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 فا سول لا سول سول فا می فا 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 می فا 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 می فا 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 می فا سول سول فا فا می ره می 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 ره می 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 ره می 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 ره می فا فا می می ره ره رس فام فا می رس فام فا فا سول لا سول 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 فا سول 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 فا می فا سول فا سول فا می ره می فا سول 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 فام می فا فا می ره می ره. در مثل اول با وزن مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل میگیم مفاعیل 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 که از فا میریم فا سول لا. پیشنهاد من این هست که انگشت اول دوم فا و سول رو بگیرد، انگشت اول بیاد رو لا که در منطقه قرار بگیریم که میخوایم با دو کار کنیم. دو دوست دوم میاد رو لا لاس لا، دوم میاد رو سول سول فا لا. بعد تحریری شروع میشه که بهش میگیم تحریر گیلکی. سولا لا لا سولا لا لا سولا لا لا، راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ که این علامت خط مورب به معنی تکرار هر پنجه هست. بنابراین پنجه سولا لا لا مجموعاً 3 بار با خودش مجموعاً میشه 3 بار تکرار میشن. سولا لا لا سولا لا لا سولا لا لا سولا سی راست چپ راست سی لا لا سول سول راست چپ راست چپ راست. این شد مجموعه فراز تحریر گیلکی که یک پله عقب‌تر هم اتفاق میفته. فا سول 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 فا سول 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 فا سول 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 فا سول لا سول سول فا فا. مصرع دوم میگه سول فا سول، انگشت اول میاد رو سول لا سی سول لا، سوم میاد روی لا میگیم لا سول سول فا فاس راست چپ راست چپ راست تکریز. یه پله عقب‌تر سول فا فا میره به سمت ره راست چپ راست چپ تکریز و بعد فا سول سول. تحریر گیلکی از پرده سول. فا سول 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 فا سول 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 فا سول 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 فا سول لا سول سول فا فا. همین از پرده می. می فا 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 می فا 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 می فا 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 می فا سول سول فا فا می میر. و همین از پرده ره. ره می 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 ره می 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 ره می 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 ره می فا فا می می ره ره. در بیت دوم میریم به حال هوای شور و حالت رهاب با خودمون میگیریم. رس فام فا می رس فام فا فا سول لا. انگشت اول میاد رو سول سول لا سی لا سی لا سول راست چپ راست چپ راست چپ راست. همین از پرده فا فا سول لا سول لا سول فا. همین با کمی تغییر از می. می فا سول فا می ره می راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست. و جمله فرود پایانی فا سول لا سول سول فام. با انگشت دوم میایم روی فا سول فام به این شکلی که سول که زدیم فا رو تک میزنیم، انگشت دوم جابجا میکنیم میایم رو فا که بتونه اجاره بده به می. ولی کتاب در این حالت ها یک یک حرکت میکنه، یعنی سول فام بعدش می فا فا می ره می ره. اینجا بعد از اینکه زدیم فا می تکریز رو روی می شروع میکنیم، ره میریم بدون اینکه ریزمون رو قطع کنیم و بعد میریم روی می بدون قطعی ریز و روی ره تک میزنیم.